بعضی چیزا استفاده کنی تا از اونجا بتونی فرار کنی، از اون 1000 تا شیشه فرم. یعنی تو 1000 تا دیوار فرم نیست، شیشه فرمه. این ما الان یه اتاق فراری داریم که البته هدفش فقط فرار کردن نیست. شاید این میتونه یه گزینه باشه. بعد مثلا اینجا باشه 5، مثلا اینجا مثلا چالش، بیمارستان. سیاه‌چاله که روی زلا میذاریم. حالا معما انشالله معما علمی سرگرمی فلان حساب داریم. بقیه با بگوشه دیگه باره. ولی اینکه مثلا موضوعش چی باشه؟ قتل باشه. قتل خیلی تکراری نیست. این موضوع از بیس مشکل داره. نداره؟ یا نه؟ سلام، صبح بخیر. یه سری گیاها رو پیدا کنن که برای پیدا کردن اون خودش نیاز به یه سری معماست. بورد گیم بازی میکنن و اون بورد گیم میذارن وقتی اون پلیر بازیکن اول اون سومین تاسشو میندازه بعد مدتی پرتاب میشن تو اون جدید. اون پرتاب چی؟ اون چی یادتون؟ ای بابا. امروز اینجا رویداد بازیسا هستش. ما اینجا اومدیم تا یه سری بازی ها رو در قالب اتاق فرار، بازی های فکری و محیطی و بازی های رومیزی طراحی کنیم. کنجکاو بودم که چطوری میتونم یه بازی بسازم. هم خودم بازی کردن دوست دارم همین که بازی رو بسازم و بتونم با بقیه اشتراک بذارم. بازی خب به نظرم امروز خب کسایی که بیشتر بازی میکنن به خاطر اینه که یا حالا از دنیایی که توشن بیشتر فاصله بگیرن، یا اینکه مثلا اوقات فراغتشون رو بگذرونن، یا مثلا توی جمعی هستن سعی کنن خوش بگذرونن. شما بعدی یه بازی انتخاب میکنی طبعا همون خود جای مخاطب میذاری و سعی میکنی راه حل‌های مختلفی رو پیدا کنی. انسان‌ها تو مواقع مختلف میرن سمت بازی. بعضی وقتا واسه پر کردن اوقات فراغت، بعضی وقتا واسه آموزش از بازی استفاده میکنیم. هدفی که من همیشه دارم توی این دوره‌ها و میگم من دوست دارم توی اون 24 ساعت که بچه‌ها کنارمون هستن درست فکر کردن برای درست زندگی کردن رو یاد بگیرن. فکر میکنم الان بچه‌ها رو که دارم بعد از ظهر میبینم، برق چشاشون رو که میبینم، حرفا و ایده هایی که دارن میزنن و میشنوم، فکر میکنم به هدفمون رسیدیم. یعنی من الان چیزهایی رو دارم بین بچه‌ها میشنوم و میبینم. مشخصه اینا اون بچهای صبح نیستن، اونایی که اول صبح اومده بودن اینجا و شاید همیشه زاویه دوربینشون یک سمت بود نیستن. هدف بازیستا فکر میکنم خیلی خوبه که تمرکز داره که بتونه این خلاقیت بچه‌ها رو پرورش بده، بتونه یه محیطی به وجود بیاره که ایده هایی که بچه‌ها دارن، اون چیزی که شاید تو مدارس اصلا خیلی راحت پیدا نمیشه، که آدم‌ها بچه‌ها مخصوصا بیان یاد بگیرن، آشنا بشن، نگاه جدیدی پیدا کنن.